سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز به چنل خودتون ابریتی خوش اومدید. تو این ویدیو اومدیم یه چند تا از کارهای این ربات رو با هم دیگه انجام بدیم. پس بریم که داشته باشیم. خب دوستان، اولین کاری که باید بکنیم باید چوب‌های سمت چپ ربات و راست سر ربات رو ببریم. من اینا رو از قبل اندازه زدم. الان اینجا میزنم. خب خب من اینو زدم. حالا باید بریم ببریمش. دوستان من اینو برش میدم و دوباره ویدیو رو شروع میکنم. خب دوستان من اینو بریدم همونطور که میبینید. خیلی بد فرم و بده. الان ما با استفاده از یک سنباده زب، شمارش هم اینجا ننوشته، کنم 250 یا 300 و اینا خوب باشه. پس سنباده زب باشه. اول شما بیان اینا رو که اینطوریه، اینا رو باید با سنباده صاف کنیم به این صورت. دوستان من اینو انقدر سنباده زدم تا کامل هم اندازه این بشه. همینطور که میبینید کامل اندازه است. حالا من مثل همین برای این سمت ربات هم میسازم و دوباره بهتون نشون میدم. خب دوستان من دومیش هم درست کردم. بعد وقتم کثیف شد. خب همینطوره. پس نصفش میشه 4 ممیز 6 متر. پس ما نه 2 ممیز 6 متر، اینجا 2 ممیز 6 متر رو میکشیم همیشه وسط این. خب حالا که وسط اینو به دست آوردیم باید وسط
اینجا هم به دست بیاریم. پیج اینستاگرام هم این بالا میذارم، اگر خواستین اونجا هم دنبال داشته باشین. خب من داشتم مرکز مهندبه ها رو به دست می آوردم. خب دوستان، حالا این نقطه هایی که ما اینجا به دست آوردیم رو باید سوراخ کنیم تا این آهنربا کامل داخلش جا بخوره. من از هویه استفاده می کنم برای این کار. این هویه رو گذاشتم کلا برای سوراخ کاری و این چیزا. خب مثلا ساخت میشه. دستم خب همونطور که میبینید این آهنبای ما داخل اینجا خورد. بقیه سوراخ ها هم من به همین صورت انجام میدم و برمیگردیم دوباره. خب دوستان، من سوراخ های این رو زدم و حالا برای اینکه این سیاهی هایی که اینجا تشکیل شده از بین بره، به سنباده برمیداریم و این شکل میکشیم. خب همینطور که میبینید کامل این سیاهی ها از بین رفتن. الان این آهنبای ما به راحتی داخل اینجا میخورن. و این قسمت هدفون ربات ما قرار میگیره. این ویدیو رو همینجا میبندم و توی پارت های بعدی این قطعه رو، این چوب رو
به ربات وصل میکنیم، سیم کشی هاش انجام میدیم، بقیه سیم کشی های ربات رو انجام میدیم و هدفون ربات رو کم کم میسازیم. خب دوستان، خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد این ویدیو توی قسمت کامنت ها بهم بگید. خوب بود، بد بود. اگر هر مشکلی که داشت توی قسمت کامنت ها بهم بگید تا توی پارت های بعدی درستش کنم و دیگه مشکلات رو نداشته باشم. پارت بعدی به زودی میرسه، منتظر پارت بعدی هم باشید. اگر تا اینجا اومدید ویدیو رو لایک کنید برای حمایت از من، کانال رو هم ساب کنید که پارت های بعدی رو از دست ندید.